بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال نمودند که استاد سوال دارم که چنین است: آیا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیات بودنشون به صحابگان گفته بودند که بعد از سر من قوم یهود را از نیم جزیره عربستان بیرونشون بکنید، پیش و سور بکنید؟ یعنی حدیث صحیح وجود دارد یا نه؟ بله، حدیثی صحیح وجود دارد در روایت مسند و سنن و در روایت امام بخاری و مسلم هم وجود دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند اخرجوا المشرکین من جزیره العرب. ای صحابگان من، مشرک ها را از جزیره عرب بیرون بکنید. برای مشرک ها بنیم جزیره عرب جای نیست. اما یهود و نصارا در روایت مسند امام احمد و در سنن و مصنف ذکر شده است که اخرج الیهود من جزیره العرب، یهود را از جزیره عرب بیرون بکنید. و این کلمه عموم است که پیامبر گفتند مشرکا را از جزیره عرب بیرون بکنید. حدیث است مشرکا را از همین جهت پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که امر کردند صحابگان بیرون کردند، همه مشرکا را بیرون کردند و جایز نیست که یک مشرک در جزیره عرب زندگی بکند. بارک الله فیکم.